گریم از آن که زبون مایه این قسمت تلخ من سخن گویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که به ژرفای چنین فاجعه‌ای نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرفی بی شرفی به سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنهاتر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم. یعنی در این باره ها باید صحبت نکنیم و نگوییم که مردم در حالت وخیم قرار دارند و نگوییم که ما تاجیکا یعنی ما مهاجرا باید به اونا کمک رسونیم و باید چشم پوشیم به همین که چند نفر از هموطنان ما و شما غیر قانونی دستگیر و غیر قانونی الان در بازداشت قرار دارند. یعنی ما این چرا باید نگوییم.